رسول الله. يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة المظلوم بكربلاء، باید صحنه عاشورا رو امروز تصور کنید. چه با میلای امروز در کربلا، هوای گرم از بالا زمین آتش میباره. این ساعت دیگه تعدادی از اصحاب ابا عبدالله به شهادت رسیدن. تا دقایق دیگر ابا عبدالله تنها صدا میزنه هل من ناصر ینصرنی، هل من معین یعیننی. آی مولا جان، کاش ما هم کربلا بودیم، کاش ما بودیم به دفاع از اهل بیتت بلند می شدیم و خدمت می رسیدیم. آن که بود از احمد و زهرا و حیدر یادگار، رفتنها سوی میدان تشنه کام و اشک. خواهران در مرگ من افغان مکن، شیون مزن. زبان حال ابا عبدالله در دقایق آخر با زینب کبری سلام الله علیهما. خواهران در مرگ من افغان مکن، شیون مزن. خواهران آن کهنه پیراهن که میدانی بیا. خواهران این آخرین بار است میدان میرود. از پیم بیرون میا، حرفی تو با دشمن مزن. چون که بر روی زمین می افتم در قتلگاه، صبر کن زاری مکن، بر چهره و بر تن مزن. همه به شهادت رسیدن، آمد در خیمه ها برای وداع اول. اهل بیتم صبر داشته باشید، شیون و زاری نکنید. یا زینب، یا سکینه، یا ام کلثوم، خدا حافظ، من شما رو به خدا می سپارم. به طرف میدان رفت، هر کس جلو آمد به درک واصل شد. هیچ کس جرأت نداشت با ابا عبدالله به نبرد برخیزد. برگشت در خیمه ها حالی از اهل بیت بپرسد. همین که حرکت کرد رقیه آمد جلو. بابا جان، بابا جان، این دختر کوچیک فهمیده بابا داره میره و بر نمیگرده. ابا عبدالله از اسب پایین آمد، او را در بغل گرفت. دخترم، دخترم صبر کن.
به زینب سپرد. زینبم مواظب این دختر باش. سوار بر اسب به طرف جبهه حرکت کرد. نبرد سنگینی انجام داد. دوباره آمد در خیمه ها. خواهرم این بار آخره اومدم ندای آخر بکنم. خواهرم یه چیز ازت میخوام، اون پیراهن کهنه رو بیار. پیراهن کهنه برا چیز برادر. زینبم نمیدانی بعد از قسمم میان منو غارت کنم. میخوام پیراهن کهنه رو بپوشم، بدنم رو ریان نکنم. همین که سوار شد حرکت کرد. زینب صدا زد مهلا مهلا ابن الزهرا. برادر صبر کن صبر کن. چیه خواهرم عزیزم؟ برادر یاد وصیت مادرم افتاد. چیه؟ برادر مادرم وصیت کرد در کربلا بار آخر که حسینم خداحافظی کرد. به جای من گلوی حسینم رو ببوس. چرا من کربلا نیستم؟ گلوی حسینم رو ببوسم. سوار بر اسب حرکت کرد. جنگ جانانه‌ای کرد. خسته شد. یه جایی از جبهه ایستاد استراحت بکند. ناگاه سنگی بر پیشانی ابا عبدالله اصابت کرد. خون از پیشانی سرازیر شد. محاسن امام پر از خون شد. چه کرد؟ پیراهن و بالا زد خونها را از چشم رو پاک کند. ناگاه تیر سجوبه حرمله بر قلب امام اصابت کرد. خون سرازیر شد. چه کرد؟ امام از کمر تیر رو کشید، اما دیگه طاقت نداره. راوی میگه دیدم ابا عبدالله با صورت بر زمین افتاد. صدا زد بسم الله و بالله و فی سبیل الله لا حول ولا قوة الا بالله. همین که ابا عبدالله از اسب بر زمین افتاد، دشمن دور ابا عبدالله حلقه زدن، خواستن حمله کنن، اما ابا عبدالله روی زانوها ایستاد. کسی جرأت نمی کرد حمله کنه تا اینکه آقا دیگه ترسوارش خارج شد، بر زمین افتاد. چه کردن؟ شمر آمد روی سینه ابا عبدالله نشست، خنجر بر گلوی ابا عبدالله. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله